چشای من اینجا چه کلاسیه؟ تو دوست داری چه کلاسی باشه؟ والا به من که باشه کلاس رقص. ماشاءالله عزیزم برو تمپو. حالا جدا از شوخی من که دوست دارم درس نخونیم، فقط خودتو نگاه کنم جیگر. موزه 2 تا کوچه جلوتره، میتونی بری اونجا نگاه کنی. خب حالا خوبه خودت هم میدونی عتیقه ای بابا. داداش ترمینال 2 تا خیابون بالاتره ها. داداشو چه خوب اومدی. خودم اینا رو میدونم، اومدم دنبال تو ببرمت. کجا ببری؟ همونجا که ازش اومدی. از کجا اومدم؟ از پشت کوه. این که داداش خودمونه. تو هم با اون سیبیلات داداش مایی. این که دختر سیبیل داشته باشه که عیب نیست، عیبونه که پسر ابرو برداره. پسر ابرو برداره عیب نیست، چه عیبونه چه دختر اینقدر زشت باشی که برگردن میگن ایشالله یکی برات پیدا بشه. بشین تا پیدا بشه. ببینم آقا شما میدونین فرقتون با گردو چیه؟ چیه؟ گردو مغز داره ولی شما نداری. مرسی. میدونی فرق شما با برق چیه؟ چیه؟ برق همه رو میگیره ولی شما رو کسی نمیگیره.